اخیراً شاهد تحولات زیادی در دنیای اسلام هستیم که بدون شک یکی از عجیبترین و جالبترین هاشون اینه که در عربستان سعودی مشروبات الکلی حلال اعلام شد. قبل از اینکه درباره‌اش صحبت کنیم این ویدیوها رو ببینیم. الحين انا في البار الحلال ابي تشوفون وين الحين. هذا البار حلال اخوي؟ حلال 100% حلال. انزين ممكن اشوف قاروره؟ حلال 1000% حلال هاي. نسبة الكحول 40% حلال. حلال 40% كحول. ايوه الله يخليكي مملكتنا وفرتي لنا الحلال كله. 40% كحول. ايوه في بعد واحدة كمان حلال. تعال شوف الحلال وين الحلال. هيا يا حبيبي الحلال هي شايف الحلال. هي فيها مي زمزم. هاي زمزم هاي اشربوا موت. 40% الكحول. يا ساتر هذا وشو حلال. يا الله شلون كذا. شاید به این فکر کنید که خب این که چیز تازه‌ای نیست. تو خیلی از کشورهای اسلامی خرید و فروش مشروبات الکلی آزاد بوده. توی بارها مردم میتونستن برن خرید کنن و مصرف کنن. اما اینجا یه تفاوت خیلی مهم وجود داره. تولید و عرضه مشروبات الکلی با لیبل حلال. وقتی یه چیزی که قبلا حرام بوده قرار حلال اعلام بشه، لازمش اینه که مراجع دینی برای این موضوع فتوایی صادر بکنند که خب حتما این اتفاق افتاده که در عربستان سعودی که مرکز دنیای اسلامه مشروبات الکلی داره با لیبل حلال عرضه میشه. به زودی زمان میگذره و همه ما این ماجرا رو فراموش میکنیم که اصلا یه روزی مشروبات الکلی حرام بوده. هزاران نفر به خاطر شلاق خوردن، زندان رفتن. همین اخیراً تو ایران یه نفری رو برای اینکه دفعه 4مش بود که به خاطر مصرف مشروبات الکلی دستگیرش کرده بودن اعدام شد. اون روز اگر بخوایم درباره این حرف بزنیم که یه روزی مشروبات الکلی حرام بود و آدم‌هایی به خاطرش کشته شدن، حتی از همون همه میخوان که براش دلیل و سند و مدرک بیاریم. دیر یا زود اکثر آدم‌ها به این نتیجه خواهند رسید که اینجا موضوع اصلا خدا و خیر و شر و بهشت و جهنم نبوده. موضوع فقط صلاح و مصلحت بزرگان دینه که در مرکز قدرت باقی بمونن و ثروت کسب کنن. بیاین بیشتر فکر کنیم.